50 نفر توش عضوه، اما این وسط یه نفوذی هم داریم که شده جزوه. گروهمونو هی ارشاد میکنه، ممبرای ما رو از رو جزوه. شاخ شده واسمون، موی دماغ شده، آمپر ما دیگه عدسش داغ شده. جای بچه های با مرامه، اکرامه، قرب سیاهه این نظامه، اکرامه. خلاصه تو گروهمون ما میخندیم به ریشه مقام عظما. یک میگیم واسه جنتی جز ما، بقیه هم فعالم فوروارد میکنیم، استخوناشونو اونجا آرد میکنیم. حالا این آخونده میپره وسط، هی پست میذاره که صلوات بفرستین، نگین از این چیزا. میگه دختر پسرا چت نکنن، روی پی هم صحبت نکنن. میگه جوک واسه بسیجیا و نگین، از کی بگین و از کیا و نگین. بهش بگو را باز جاده درازه، برو بیرون از گروه دروازه بازه. همه تو پیوی میگن که تو دکش کنیم، باباشو در بیاریم مثلا هکش کنیم، ریپورتش کنیم، بابا پرتش کنیم. بیرون شده پر رو، دیروز اومده میگه پستای مذهبی بذاریم تو گروه. میگه رحم کنین به علم الهدا، فوش به امام ندین آخه تو رو خدا. جای بچه های با مرامه، اکرامه، قرب سیاهه این نظامه، اکرامه. یه رو جمع شدیم گفتیم اسکلش کنیم، هم سر کار بذاریمش هم راحت شیم. تا الان خوب بودیم یه کمی هم بد شیم. هیچی، یه روز اومدیم لیو کردیم گروه و دست جمعی، استیکر گذاشتیم عکس مشت، عکس خنده در حد کشت. آخونده دید تنها شده اونجا و با کلی فوش. مام رفتیم یه گروه زدیم با هم دیگه 49 نفره، حال میکنیم با هم، بیا ببین چه خبر. جای بچه های با مرامه،